سلام به همه. تا حالا به این فکر کردین که خب اگه سیاره ما یه شکل کاملا متفاوت داشت، زندگیمون چجوری میشد؟ امروز میخوایم با هم وارد یه آزمایش فکری خیلی جالب بشیم. میخوایم ببینیم اگه زمین گرد ما یهو تبدیل به یه مکعب غول‌پیکر میشد، دنیا چه شکلی پیدا میکرد؟ آماده این که بریم تو دل این ماجرا؟ فقط یه لحظه چشماتون رو ببندین و تصور کنین صبح شده، از خواب بیدار میشین، ولی یه حسی بهتون میگه یه چیزی سر جای خودش نیست. یه حس خیلی خیلی عجیب. از پنجره که بیرون رو نگاه میکنیم میبینین که همه چیز، یعنی واقعا همه چیز، از خط افق گرفته تا حسی که زیر پاتون دارین کاملا عوض شده. بله، درست متوجه شدین. سیاره گرد و دوست داشتنی ما دیگه اون شکلی نیست. ما الان روی یه مکعب خیلی خیلی بزرگ زندگی میکنیم. خب این شکل عجیب اولین و بزرگترین قانون طبیعت رو به چالش میکشه. یعنی جاذبه. تکلیف جاذبه چی میشه؟ ببینین، همین که شکل زمین عوض شده، مهمترین قانون فیزیک یعنی جاذبه کلاً به هم میریزه و خب طبیعتاً همه چیز رو تحت تأثیر خودش قرار میده. فکر کنین یه آهنربای غول‌پیکر دقیقاً وسط این مکعب کار گذاشتن. نیروی جاذبه دیگه شما رو صاف به سمت زمینی که زیر پاتونه نمیکشه و نه، بلکه همیشه شما رو به سمت اون مرکز قدرتمند میکشه. همین تغییر به ظاهر کوچیک پیامدهای فوق‌العاده بزرگی داره. تجربه شما از جاذبه کاملاً بستگی به این داره که کجای این مکعب ایستاده باشین. اگه دقیقاً وسط یکی از این صفحه‌های صاف باشین، خب همه چیز عادیه. جاذبه شما رو مستقیم به پایین میکشه. اما هرچی به سمت لبه‌ها و گوشه‌ها نزدیکتر میشین، نیروی جاذبه شما رو به صورت زاویه‌دار به سمت مرکز میکشه. انگار که روی یه تپه نامرئی و دائمی ایستادین. بیاین یه قدمی با هم بزنیم تا ببینیم چی میشه. خب، تو مرکز که هستیم راه رفتن راحته. ولی همین جوری که به سمت لبه‌ها حرکت میکنیم، انگار داریم از یه کوه بالا میریم. شیب هی بیشتر و بیشتر میشه و وقتی به گوشه‌ها میرسیم دیگه حفظ تعادل تقریباً غیر ممکنه. خب این جاذبه عجیب و غریب فقط روی راه رفتن ما تأثیر نمیذاره، نه، کل جغرافیای سیاره رو هم از اول مینویسه. اولین اتفاقی که با این جاذبه جدید میفته اینه که تمام آبهای دنیا به سمت مرکز هر کدوم از این 6 تا صفحه کشیده میشن. یعنی چی؟ یعنی وسط هر صفحه یه اقیانوس خیلی خیلی عمیق و بزرگ به وجود میاد. این توزیع جدید آب دنیای ما رو به دو قسمت کاملا متفاوت تقسیم میکنه. وسط هر صفحه جایی که اقیانوس‌ها هستن قابل سکونت و سرسبز میشه. ولی لبه‌ها و گوشه‌ها چون حالا مثل کوه‌های خیلی بلند و بی‌آب شدن، تبدیل میشن به بیابونای خشک و بی‌رحم. گوشه‌ها به جز خشکی یه مشکل بزرگ دیگه هم دارن. به خاطر صاف بودن صفحه‌ها، نور خورشید یا خیلی مستقیم و سوزان بهشون میتابه یا اصلاً بهشون نمیرسه. نتیجهش اینه که این مناطق یا به شدت داغ میشن یا به شدت یخبندان. بسیار خوب، با این همه تغییرات بزرگ، زندگی روزمره ما آدم‌ها تو این دنیا چه شکلی میشه؟ سفر کردن به یک کابوس واقعی تبدیل میشه. فکر کنین میخواین از وسط یه صفحه برین به گوشش. انگار باید یه کوه خیلی بلند با شیب خیلی زیاد رو فتح کنین. این کار دیگه یه سفر ساده نیست، بیشتر شبیه یه صعود خطرناک و حرفه‌ایه. معماری و شهرسازی هم با یه چالش عظیم روبرو میشن. مهندسا باید ساختمون‌ها رو روی زمین‌هایی بسازن که یه شیب دائمی دارن. هر ساختمونی به پایه‌های خاص و محاسبات خیلی پیچیده نیاز داره تا بتونه جلوی اون کشش دائمی به سمت مرکز مقاومت کنه. خلبانا هم روزگار سختی پیدا می‌کنن. دیگه نمیتونن توی خط صاف پرواز کنن. هواپیماها دائما دارن توسط جاذبه به سمت مرکز صفحه کشیده میشن. برای همین هر پروازی به محاسبات پیچیده و تصحیح دائمی مسیر احتیاج داره تا هواپیما سقوط نکنه. با این همه تغییر، حتی درک ما از خود سیاره هم عوض میشه. نقشه‌های گرد و یکپارچه‌ای که داریم دیگه به درد نمیخورن. به جاش باید دنیا رو به شکل 6 تا نقشه جدا برای هر صفحه تصور کنیم که هر کدومشون جغرافیا و چالش‌های خاص خودشون رو دارن. البته خب کنار این همه سختی یه سری اتفاقات بامزه هم میافته.
مثلا فوتبال بازی کردن خیلی عجیب میشه. وقتی به توپ شوت میزنین به جای اینکه صاف بره به سمت مرکز صف کج میشه و آدما هرچی به لبه ها نزدیکتر میشن کج و کوله‌تر راه میرن. خب بعد از این سفر خیالی بیایم به دنیای واقعی خودمون برگردیم و یه نفس راحت بکشیم. نتیجه گیری خیلی واضحه. یه دنیای مکعبی شاید برای فکر کردن و قصه ساختن خیلی جذاب باشه ولی برای زندگی واقعی فوق‌العاده سخته. دنیای گرد ما با این جاذبه یک نواختش شرایط خیلی پایدارتر و راحت‌تری رو برای ما و همه موجودات زنده فراهم کرده. این جمله واقعاً همه چیز رو به بهترین شکل خلاصه می‌کنه. باید قدر این کره آبی و گرد دوست داشتنی که روش زندگی می‌کنیم رو خیلی بدونیم. و حالا نوبت شماست. به جز چیزایی که با هم گفتیم دیگه چه تغییرات عجیب و غریب دیگه‌ای به ذهنتون میرسه که توی دنیای مکعبی ممکنه اتفاق بیفته؟ در موردش فکر کنین. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.